آخرین عکس خاطروی از قرغیزستان. صبح دیگر عیدا اودری به بیشکک از داخل هواپیما نگاه میکند. به خانه‌شان امریکا عیدا با هدیه‌های زیاد و مهمتر از همه با تأثیرات خوب از کشور زادگاهش برمیگردد. عیدا را هنگام 8 ماهگی از کودکستان تاکماک بردند. هیچگاه پنهان نداشتند که او را به فرزندی گرفتند. برعکس در آوان کودکیش رسم و عادت‌ها و فرهنگ قرغیزی را با او آموختند. باری اول وقتی آمدیم والدانی جوان بودیم. تماشا نمی‌کردیم چون در تشویش کودکمون بودیم. حالا مرکزهای تجارتی زیاد پیدا شدند. باغ‌ها رستند و زندگی اینجا آسان‌تر شده است. سفر به وطن عیدا را از پیش برنامه‌ریزی کردند و می‌خواستند بغیر از دیدن زادگاهش او ارتباط قوی باطنی با قرغیزستان پیدا کند. کارا و وی 11 سال پیش از اولین خارجیان شدند که کودک را از قرغیزستان به فرزندی گرفتند. من حتی لباس کودکانه نمی خریدم چون باور نمی کردم که کودک می دهند. هنگامی کارمند اداره حفظ اجتماعی به من زنگ زد. پرسید که نشستم. گفتم بله. خبر داد که برای ما کودک یافتند. گریه کردم. شبهه و ترسی والدان بعد کودک را به دست گرفتن رفع شد. در تربیه‌اش هم مشکل نداشتند. بعدم پسری را به فرزندی گرفتند. عیدا خواهری مشفقه شد. از 7 سالگیم این سومکه را در یاد دارم. با این بازی میکردیم. مادرم نقل کرد که سومکه را از قرغیزستان وقتی گرفتن من آوردند. کتابخانه از شغل‌های دوست داشته عیدا است. از قرغیزستان چند کتاب از جمله کتاب‌های زبان قرغیزی میبرد. در نیم سال زندگی در قرغیزستان نه تنها به آموختن زبان بلکه تهیه غذاهای قرغیزی مشغول شدند. چند پیش خوراک معروف قرغیزی بیش برمک را هم یاد گرفتند. ما در اینجا 6 ماه ایستادیم چون خواستیم کشور و مردم را بشناسد. عیدا می‌خواهد بعد از ترک قرغیزستان دیگر باره به زادگاهش برگردد چون کشور زیبایش چیزهای زیاد و جالبی دارد که هنوز ندیده است.